تحریم‌های خدمات اینترنتی دولت آمریکا بر ایران حذف شد. خبری بسیار امیدبخش، خبری بسیار خوب که باعث افتخارم برای شما بیانش بکنم. به موجب این مجوز این لیست از خدمات برای ما ایرانیان باز میشه. دسترسی تمامی کاربران اینترنتی ایران به شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، نرم افزارهای تماس ویدیویی، خدمات ابری، نقشه‌های آنلاین و مبتنی بر وب، بازی‌های کامپیوتری، پلتفرم‌های آموزشی، ابزارهای ترجمه و احراز هویت، ابزارهای تغییر IP، آنتی ویروس‌ها، ابزارهای مقابله با رصد اینترنتی، VPN، تلفن‌های هوشمند و سیستم عامل آنها، تلفن‌های ماهواره‌ای، گجت‌های دیجیتال، سیم کارت، روتر، مودم و کامپیوترهای شخصی فراهم میشه. بازترش بکنم، کلیه خدمات شرکت‌های مهم و پیشرو ارائه دهنده خدمات اینترنتی نظیر گوگل، متا و